روز 21 آگوست سال 2022 در یک صدمه پردهشت و پرقربانی در شورای M5 اورال در بین دهه‌های پراسکووینا و نووسیپاسکای در نویه نیکلایو ولایت اولیانوفسک 16 نفر از جمله 14 شهروند قرقیزستان به هلاکت رسیده. با 3 زاده دیگر قرقیزستان با جراحت‌های مختلف در بیمارستان بستری کرده شدند. در اینجا به گفته شاهدان یک اتوبوس مسافرکش بین دو ماشین بارکش فور مانده است. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که بر اثر صدمه اتوبوس کاملا پچق شده با یک توده آهن‌پاره تبدیل یافته است. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف دستور داده است که برای آوردن جسدهای مهاجران هلاک شده یک هواپیمای مخصوص را به اولیانوفسک بفرستند. اربال سلطانوف سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت پرزیدنت جباروف به وزارت‌های خارجه و حالت‌های فوق‌العاده و به فرودگاه مناس دستور داد تا مسئله تشکیل هواپیمای مخصوص برای آوردن جسدهای هموطنان در صدمه در ولایت اولیانوفسک روسیه هلاک شده‌مان را بررسی کنند. به خویش و تبار و نزدیکان هلاک شدگان اظهار همدردی عمیق می‌کنیم. وزارت خارجه قرقیزستان گفت کارمندان کنسولگری این کشور الکی به جای حادثه رفتند. همچنین با مقصد معاین کردن تمام تفصیلات این حادثه با نمایندگان مقامات حفظ حقوق ولایت اولیانوفسک رابطه برقرار کرده شده است. گفته می شود در بیانیه وزارت خارجه قرقیزستان